میدونی چرا پولدارا یه نقاشی آشغال و چند میلیون دلار میخرن؟ اصلا چرا باید در همچین چیزی این همه پول بدن؟ چون پول رو واسه خود نقاشی نمیدن، واسه فرار مالیاتیش میدن. چه جوری؟ جریانش چیه؟ فرض کن یه میلیاردر 50 میلیون دلار بعد مالیات پرداخت کنه. به جای اینکه مستقیم پول رو بده، میره یه نقاشی به ظاهر بی ارزش رو با 30 میلیون میخره. خب خرید، بعدش چی؟ اون نقاشی رو میذاره تو انبار مخصوص به اسم بندر آزاد یا فریپورت، جایی که قانون مالیات بهش گیر نمیده. بندر آزاد چیه؟ یه انبار ویژه است، مثلا سوئیس، که اجازه میده بدون مالیات و گمرک نقاشی رو اونجا نگه داری، چون کالا رسما وارد کشور نشده. بعدش چی میشه؟ بعد نقاشی میره تو حراجی‌های بزرگ. اونجا به خاطر رقابت کلکسیونرها و کارشناسا ارزش تابلو خیلی بالاتر ثبت میشه. مثلا همون نقاشی 30 میلیونی حالا 50 میلیون ارزش گذاری میشه. اینجا نقاشیو میفروشه دیگه؟ نه، چون اگه بفروشه باید مالیات بده. به جاش میره اون نقاشی 50 میلیونی رو به موزه هدیه میده. دولت هم میگه لازم نیست دیگه 50 میلیون مالیات بدی.